اکادمیک پودابون زویروف دانشمند شناخته تاجیک، دکتر علم‌های طب، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، علوچه تندرستی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، پروفسور کافدرای درماتوونرولوژی دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا صبح 4 مارس در سن 81 از عالم گذشت. پودابون زویروف یکی از طبیبان و علمان ورزیده در رشته بیماری‌های پوست و یکی از اساسگذاران مکتب ونرودرماتولوژی بیماری‌های پوست و بیماری‌های جنسی در تاجیکستان به شمار می‌رفت. به گفته پیوندانش نماز جنازه اکادمیک زویروف وقت نماز جمعه در مسجد مرکزی دوشنبه دایر می شود. ریاست دانشگاه طبی تاجیکستان در یک نامه تسلیت به پیوندان اکادمیک زویروف اظهار همدردی کرده نوشت باعث افتخار است که مرحوم پودابون زویروف همچون استاد ماهر در دانشگاه طبی در تعلیم و تربیه و آماده سازی متخصصان جوان سوی طب سهم بزرگ گذاشتند. زحمت‌های این استاد عالم علم طب همیشه ورد زبان مردم تاجیک خواهد بود. یاد او تا ابد در قلب همگان باقی خواهد ماند. پودابون زویروف سال 1941 در شهر کولا به دنیا آمده. سال 1965 دانشکده طبی تاجیکستان را ختم کرد و باقی عمر خود را فدای طبابت مردم و تحقیقات علمی کرد. فعالیت مهنتیش را با اختصاص بیماری‌های پوست آغاز نموده. سمت‌های اساسی فعالیت علمی پودابون زویروف درماتوونرولوژی، اپیدمیولوژی، پاتوژنز و معالجه درماتوزهای مزمن و بیماری‌های ونریکی بود. او از سال‌های 1970-1978 اسیستنت در کافدرای درماتوونرولوژی دانشکده طبی به نام ابوعلی ابن سینا، سال‌های 1979-1980 خادم خرد علمی، سال‌های 1974-1980 اسیستنت کافدرا، سال‌های 1983-1996 مدیر کافدرای بیماری‌های پوست و ونریکی دانشکده بود. پودابون زویروف از سال 1996 تا 2005 نایب رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا عاید به کار علمی و از سال 2005 تا دم مرگش پروفسور کافدرای درماتوونرولوژی این دانشگاه بود. اکادمیک پودابون زویروف عالم سرمسئول و مؤلف تالیفات زیاد علمی بود. خدمت‌های بسیار ساله او با اردن شرف درجه 2، عنوان علوچه تندرستی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، جایزه بین المللی ایکو در ساحه علم و تکنولوژی تقدیم شده است.